ببینین برادر عزیزم، همه اسلام بسیار کلان است، خردش نکنین. یک چوکات بسیار بزرگ دارد. در چوکات اسلام یک کسی مسلمان است زنا می کند، به زنایش ما کافرش نمیگیم. یک مسلمان شراب می خورد، به شراب خوردنش کافرش نمیگیم. یک مسلمان دزدی می کند، به دزدی کردنش کافرش نمیگیم. یک نفر قتل می کند، به قتلش کافرش نمیگیم و الی آخره. این سیستم اسلام این تو اهرامی است، بیخ بسیار کلان است و هر قدر که بالا میروی میتونی بالا بروی. عین قاعده را که در فرد میخوایی داشته باشی که تفاوت‌ها را قائل شو، مؤمن و مسلمان و منافق و فاسق و چی و چی کلش در دایره دگاه میکنی. عین قاعده را در حکومت هم باید قائل شویم. حکومت های کاملا اسلامی، حکومت های فاسق، حکومت های ظالم، حکومت های چی و چی، ولی کوشش نکنیم که حکومت ها را بسیار زود از اسلام بکشیم. یک کشوری که یک حکومتی که ما داریم این را مرادف بدانیم با حکومتی که در غرب است. دقیق شدی؟ حکومتی که ما داریم، انتقادی که ما میکنیم، نقدی که ما میکنیم، به خاطری که در اون مدارج نیست، ولی ابدا حکومت خود را با حکومت آمریکا و با حکومت غیر اسلامی رو برابر نمیدانیم. چرا؟ تو در اینجا یک کسی نمیتونه زنا بکنه، یک کسی شراب بخوره در روی سرک، در داخل خانه که میکنه کار خودشان است، ولی بسیار قضایی است که در اینجا تو دست داری، گفته میتونی چرا این کارو بکنی. یک کسی شراب بخوره در دستت گرفته میتونی، تو در امریکا نمیتونی این کارو بکنی. یک کسی دیگه فساد بکنه گرفتیش میتونی، دیگه گرفته نمیتونی. بنابراین ما بسیار چیزای خوب داریم که دیگه مگه تلاش بکنیم قوی شود، محکم شود، زیبا شود. غلطیایی که ما داریم اصلاح باید شود و برویم به طرف همی که خوبش بکنیم. اگر تصور پیدا بکنیم که ما نمیتونیم، صحیح شده؟ این نیروی ما، این قوت ما، استعداد ما این سقوط میکند. اگر ما در غرب میریم و زندگی میکنیم و در جا هدفمندانه زندگی بکنیم، یعنی به این عنوان که برویم که دعوتگر شویم، یعنی دین خدا را به امریکایا برسانیم، به غربیا برسانیم، فبهانه از اینکه یک کده خوبتر برات میگم، برو اونجا، هیچ کس مانع شدن نمیتونه. ولی یک کسی میره و در غرب در اونجا منحرف میشود، در اونجا به نماز مشکل پیدا میکنه، به دعوت مشکل پیدا میکنه، با فامیلش مشکل پیدا میکنه. یعنی افتی نیست که من تلفن از غرب نگیرم، از امریکا نگیرم و اون رازی که مردم به من میگوید بیرون گفته نمیتونه، شکایتی که از دخترش داره، شکایتی که از بچهش داره، شکایتی که از فامیلش داره، به آه رسیدن. ببین این چرا این رقم شده؟ به خاطری که در یک مملکت زندگی میکنی که تو تسلط بر فرزندت نداری، تسلط به خانمت نداری، به اولادت نداری. پس چرا بر خود این تو غم بخریم؟ صحیح شده؟ اگر ما خواسته باشیم که در اروپا زندگی بکنیم، پس این 5 شرایط در نظر بگیریم، به یکیش خود باید برابر بکنیم. هرگاه این 5 شرایط نبوده باشه، اونجا آدم میره بی هدف، جزی که خودم تباه بکنم، فامیل خودم تباه بکنم. چی ضرورت است که آدم باید بره؟ تشکر. الله يرحمه.